اولاد به خدا نمیشه محبتاشو جبران کرد. بهش که هیچ، تمام آنچه که هست اگر زیر پای مادر بریزی بازم نمیشه جبران یک شب بیداری مادر میکرد. گفت جوونه، گفت مادرم رو کول گرفتم، مادرم در اثر کولت سن قادر نبود، دور خونه خدا طواف دادم مادر رو. آیا حق مادرم رو ادا کردم؟ وای جوان، یه مرتبه این کار رو انجام دادی؟ بله. 19 بار دیگه این کار رو انجام بده، تازه جبران یک شب بیداری مادره. کیه این مادر مردم که خدا به واسطه محبت به این مادر چه کمکی به اولاد میکنه؟